آدمی ببین باید گوش بگیر. ببین یک رازیه، من تا همین الان تا همین لحظه من در این سینه خود من نگه داشتم، ولی این رازم دیگه تو باید بدونی. آقای جهنم سلام چند با تلفن داری حرف می‌زنی؟ یه لحظه گوشی جا نفر اینجا، من در خدمتم بفرما. ببین نخ سوزن داری اینجا؟ نخ سوزن؟ آره آپاشین اینجا ما یه خیاطی افسرخانه ما رسانی خب میخوام یه چیزی بدوزم دیگه. حالا من خداحافظ، من برم عجله دارم. واسه حالا ما بگردم آقا شد رفتاش. آقا بله کن. من چی میگفتم تو رو رجب؟ الو رجب هستی؟ چی؟ راز عروسی. آقا اون شب عروسی تو این بگم این رازه. آقا ببین اینو من نگه داشتم. ببین چقدر چند ساله اون شب عروسی تو این برادر زن تو ابوالفضل ابوال این مست کرده بود، میخواست بیاد تو رو بزنه. به جان تو نباشه به مرگ خودت. منده بده این چی میگفت این به خواهر من نظر ما میگفتیم ابوالفضل این داره خواهر تو رو میگیره. الان شب عروسی کنه شوهر خواهر دیگه یا من حرف خوبی نداره. اصلا شغلش اینه به خواهرتون نظر منده بده. آقا ببین به جان تو میخواست بیاد تو رو با چاقا رو میگیره. من اونو گرفتم بردم این آدم کردم و پشت همون اون پشت دیگه. آقا میگم تو رو کفام بکنم. اما آقا خلاصه ببین من گوش میگی تو رو چی گفتن دارم بره رجب ما اونجا دیگه تو رو داریم دیگه. آقا میگه کجا؟ تو اداره واکسن دیگه بده. واکسن یه کرونا که رسید یه چند هزار تایی برای ما میذاری کنار. این چه خبره؟ لازم دارم دیگه بده. من بزرگ این شهرم، اصلا میخوام عیدی واکسن بدم به همه. به تو ربطی داره؟ تو واکسن رو به من برسن که بقیهش با من دیگه. آقا باز میگه من کاری نیستم. تو همه کاره اونجا رجب. الان خود من اینجا با عنوان رئیس اداره چایرسانی اینجا من دارم روی این انگوش همه اینا اینجا میچرخونم. به جانت تو بیا ببین. آقا اینا رو بکن. من روی تو چی حساب میکنم. حساب من دیگه من اصلا به تو میگم رجب واکسن. من ببینه چی میکنی دیگه. قولی میدم شد هست دیگه تکرار نشا. برو ببینم. برو این چایی رو بده با من اونجا باشده 2 ساعته. خبر بده با من. برو خواب. خداحافظ. چقدر باید من برای این آسمون ریسمون ببافم تا حالی اینا بشه. این فرشه چی میخواست اینجا؟ نخصوصم برای چی آقا بره؟ چی میتونه پاره شده باشه یعنی؟ بذار ببینم چی رو میخواد بجیزه این کمک روی این منگنه دارم اینجا. اینو ببرم شاید موقعی این پسره را افتاد. نخصوصم برای چی بره؟ چایی هم نخواست این روز بشم پله بکنه ای پله دیدنی میتاهم دکته میتاهم آب دکته الهی مورن بمیره اصلا قراره بکیره اما کنه ندیمه موفق بشه حریف خودش در فینال شکست بده. 2 ثانیه 1 ثانیه تمام. سعید ببین
هر وقت میای ما قبل